چند وقت پیش یه فیلمی خیلی وایرال شد به اصطلاح که یک جگواریه توی یک وانی و یه خانومی داره اینو میشوره. خب خیلی برای آدم‌ها جذاب بود این و حتی آدم‌ها برای ما فرستادن که چقدر خوبه که یه همچین چیزی رو ما بتونیم تجربه کنیم. لازمه که ما توضیحی از دید کسانی که دارن در حفاظت فعالیت میکنن یه توضیحی رو ارائه بدیم در این مورد و اینکه این واقعا تجربه کردن نیست. شما وقتی که میخواین یه گونه‌ای رو نجات بدید، وقتی که حالا به هر دلیلی اون حیوان از یا در اسارت بزرگ شده یا حتی از طبیعت برگشته اومده توی اسارت، حالا به هر دلیلی کمترین میزان تماس باید اتفاق بیفته. یعنی یا مراقب اون حیوان در صورت نیاز باید باهاش ارتباط داشته باشه و یا دامپزشک و هیچ دلیلی نداره که هر کسی بخواد که این شکلی از نزدیک با اون حیوان وحشی ارتباط داشته باشه، بخواد بشورتش، بخواد باش غلط بزنه. و بعد این رو بدونیم که پخش شدن این مدل فیلم ها تنها کمک میکنه به قاچاق حیات وحش، چون آدم ها میگن چه گوگلیه، چه قشنگ و کمک میکنه که پولها پرداخته بشه، پول جابجا بشه برای آدم‌های پولدار و بخوان که یک همچین چیزی رو در فضای شخصی و خصوصی خودشون داشته باشن تا این رو تجربه کنن. بنابراین خوبه که فرق بین تجربه کردن و اون چیزی که به اون حیوان کمک میکنه رو بهش توجه کنیم.